ایران اصلا مسلمان نیست، کافر است اصلا. این تو ما رو میزنه، نه تو میزنه که ولی خر کس تو بزنه. ما که اسلام هستیم، این تو میزنه. پدر سگا میزنه مثل خر وری میزنه بخون. شاود خانه میدرایه، اینجا نمیگه سیاست خواست، اینجا زن خواست، دختر خواست. ایوان وری میدرایه خردون دیش دیگه نمیزنی. این بقید بگیم ما پدر اینا رو کشتیم. دیگه نمیزنی. خودت هم مورد لطکوب قرار گرفتی؟ ها و ها اینجا نگاه کن بنده خود زده سیاکوی کرده بخون. خانمیل میزنه اینجوری با میله اینجوری. با میل تفنگ اصلا کافر است. کافر خیر شوره یک وقت نماده بود. شوره رو که میگفتیم برادر چیکار نکنیم، مو میگفت برادر بخشش. یا از اینا که شوره بهتر بود. اینقدر ما چقدر پول ما رو 120 میلیون خود ما رو خورده. پول خودتان بالا از اونا مونده؟ ها 100 میلیون کرایه خانه مونده. ولی او چطور میشه و پول شما چطور میشه؟ خودگار ما یک موقعی مثال پاسپورت کنیم و بریم شاید هم بده یا شاید هم نده. او هم در حد شاید است. ها ده شاید دیگه زور است دیگه، خوب شاید بده شاید نده زور است. حالا شما بر از او چیزی گفتن نمیتونستین؟ ما خو مجرم نیستیم، ما خو کدام کار بد نکردیم. انا تمام عمل تو با ما گفتی مجرم نیستیم نه؟ بله. 30 دندون تا میکشیدم. تو گفتی مجرم نیستم. خب مجرم چی نیست؟ من تو 3 برج میشه خبر دادم نرفتی برادر 15 من پرش نرفتی. اینجا میخوای دیگه چیکار کنی؟ خانه پدرت هست. شما برشان میگفتین که پول ما بالای صاحب خانه مونده. خب چی بگی تا 15 میکنی که 30 دندون کشیدن. این تو حرف زور است. یعنی هیچ حرف زدن نمیمونه. نه 15 کنی که 15 30 دندون کشید رفت. هرچی مجبور بگه که دیگه حرفانی هرچی بگم چشم. تا چشم بوی بهتره. یه چیز هم برشان گفتن؟ نه بوی 15 کنی که برام با پول ما مانده و نه دیگه. بیاین شکر که شما سالم برگشتین، شکر که به خیر رسیدین. خود دیگه چیکار کنیم؟ البته خود دیگه روز پورا نکرده بودم. پدرسگا خیلی میزنن. هرچی که پاش بدم بازم دل ما یخ نمیکنه. خودت هم دیدی چیزی را وقتی